واسه کسی که نمیدونن یه سری هست به اسم A Court of Thorns and Roses. بکنم تو همه ویدیوهام یه اشاره بهش میکنم. داشتم تو یوتیوب دنبال آدیو بوکش میگشتم که گوش کنم. بعد ساده ها رو پیدا نکردم. ولی یه ورژن دیدم که نوشته دراماتایزد ورژن. گفتم خب دیگه چاره ای نیست دیگه، جهنم، بیا با این گوش کنیم. و اون تبدیل شد به یکی از بهترین تجربه های کتاب خوندن زندگیم، چون که فکر کن برای هر کاراکتری یه دونه صدا پیشه در نظر گرفتن که مثلا واسه فیرا یه دونه صداست، واسه تمرین یه صدای مرده، واسه ریس صدای مرده. بعد جایی که میگه he opened the door مثلا در رو باز کرد یا صدای باد میاد، واسه هر چیزی که تو کتاب نوشته یه دونه ساوند افکت میذاشتن. یه جایی بود که فیرا برای اولین بار سوریو رو میبینه که یه دونه موجود افسانه‌ای خیلی ترسناکه. بعد صدای اینو یه جوری در آورده بودن که من واقعا ترسیده بودم. بعد یه جای دیگه هم بود که فیرا تمرین، یه دونه جشن بود، فیرا تمرین رفته بودن تو خیابون، بعد همه مردم هم تو خیابون بودن، بعد همه داشتن ساز میزدن، میرقصیدن، میخندیدن. بعد بک‌گراند همه مکالمه‌ای که فیرا تمرین داشتن صدای اینا میومد و واقعا بهترین بود. بعد من این کتاب رو تموم کردم، بعد رفتم دنبال دراماتایز ورژن کتاب دوم که اصلا نتونستم پیدا کنم. بعد دیدم که باید برای اینکه این کتاب رو گوش کنی تو یه دونه سایت به اسم فکر کنم گرافیک آدیو بوک اسمش، اونجا یه اکانت داشته باشی. بعد فکر کنم مثلا اون ویدیویی که من تو یوتیوب پیدا کردم کپی رایت خورد، چون که پاکش کردن یا شاید هم پرایوتش کردن، نمیدونم. بعد واسه اینکه یه دونه اکانت اونجا داشته باشی باید یه دونه حساب بانکی خارج از ایران داشته باشی و خب من اونو ندارم و خب نمیتونم اکانت باز کنم و ناراحت ترینم. و واقعا آرزومه که یه دونه اونجا اکانت داشته باشم، برم بشینم همه جلدای A Court of Thorns and Roses رو گوش کنم، اونجا صدای ریس رو بشنوم، صدای تمرین رو بشنوم، صدای کسیه رو بشنوم، صدای ازریل رو بشنوم. مخصوصا جلد دوم چپتر 55 رو واقعا میخوام که بشنوم. If you know you know. بعد این کتاب 3 کاراکتر مرد اصلی داره. به معنی واقعی میشه گفت که عاشق یه جوری هر 3 اینا. ریس به خاطر اینکه تو جلد دوم با حرفاش حال منو خوب کرد، حال فیرا رو خوب کرد. اصلا ریس تو جلد دوم عالی بود، یعنی اصلا محشر بود. بعد ازریل به خاطر اینکه خیلی سرد و از اونایی که دردشو به هیچ نمیگه، از اوناست. بعد کسیم نویسنده کتاب که همون میشه سر جیمز، یه جوریه که خب بذار مغز ماهی رو باز کنم ببینم که تایپ ماهی چجوریه، بعد اون اونجوری بنویسم. فکر کنم مثلا بلندترینه، بعد موهاش بلنده، ماشاءالله عروده و بازو اصلا. و این کتاب 5 این سری راجع به کسیمه و من واقعا دیگه نمیتونم صبر کنم. دلم نمیومد اصلا این سری رو تموم کنم، ولی خب دیگه باید بخونمش. الانم واقعا دیره، ساعت 11:50 است، ولی خب من زیاد نمیخوام شبا، واسه همین خیلی میخوام که این کتاب رو زودتر بخونم. یه روزه نمیتونم تمامش کنم چون که نه آدیو بوکشو دارم، کم زیادتره، 440 صفحه فکر کنم. مثلا میفکرم 2-3 روز طول بکشه که تمامش کنم. کسیم دارم میام. بریم شروع کنیم.
Nesta Archeron has always been prickly, proud, swift to anger and slow to forgive. And since the war, since being made High Fae against her will, she has struggled to forget the horrors she endured and find a place for herself within the strange and deadly Night Court. The person who ignites her temper more than any other is Cassian, the battle-scarred, winged warrior who is there at Nesta's every turn. But her temper isn't the only thing Cassian ignites, and when they are forced to train in battle together, sparks become flame. As the threat of war casts its shadow over them once again, Nesta and Cassian must fight monsters from within and without, if they are to stand a chance of halting the enemies of their court. But the ultimate risk will be searching for acceptance and healing in each other's arms. خب من تا صفحه 75 خوندم و اگه بخوام یه توضیح خیلی کلی بدم، کسین و نستا و بعضی وقتام ادریل با هم دیگه تو وینت هاوس میمونن. بعد کسین باید به نستا جنگیدن رو یاد بده و خب طبق معمول نستا خیلی عصبانیه و این حرفا. کم کم داره شروع میشه، یه 50 صفحه دیگه تقریبا اگه بخونم شروع بشه کتاب. فقط الان خیلی دیر وقته، فکر کنم 4 صبح و یکم پیش که داشتم توضیح میدادم که ساعت 11:30، بعدش فهمیدم که ساعتم خواب مونده، حالا نمیدونم با چیش تم شده و ساعت 1:30 بود، الان ساعت 4 صبح. فکر کنم واسه امشب کافیه، فردا خیلی بیشتر میتونم بخونم، یکم برم سریال اینا نگاه کنم، اگه تونستم بخوابم. بای بای.
I got so dizzy on the hike down that I puked on Az. He then puked on Reese, and Reese puked all over himself, and the scent of the vomit on the stairs had become horrific. I have no regrets in my life, but this, that we did not have time. That I did not have time with you, Nesta. She didn't stop him as he leaned up and kissed her, as best he could manage. Cassian brushed away the tear that strayed down her face. I will find you again in the next world, the next life, and we will have that time. I promise. Cassian! 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 Taking and taking from her, merciless despite her screaming. Her nausea swelled, shaying off and tumbling down step after step after step, waiting for her to give permission. Nesta pulled her head back, away, just enough to see his features. She couldn't do this to him, to herself. Couldn't. I have questions. You have 2 questions. What poison was used on those arrows? Bloodbane. As if he did not need to see in this darkness, as if those large black eyes could pick up any trickle of light. Golden skin of Lampus's back shining as he moved inside her. Ew. Such pleasure. She had never known such pleasure with anyone. She let go of everything and was created. Time worked through her veins, yet gazed at the sun, her legs. It suffused her ashen face. You loved me when no one else would. You never stopped. Even when I didn't deserve it, you loved me. You fought for me. من خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم با این کتاب و با نستا ارتباط برقرار کردم، چون که حتی تو جلد 4 خیلی راستش نستا بهم هرس میداد. شروع کرده بود هرس دادن بهم. جلدهای قبل خیلی ازش خوشم میومد، ولی تو جلد 4 اینجوری بودم که خب دیگه چرا اینقدر اینجوری تو. ولی وقتی که شخصیت اصلی اون آدم باشه که مشکل داره، اون موقع تازه آدم میفهمه که چرا اون رفتار رو انجام داد. به نظر من آدمایی که افسردگی دارن یا حالا با یه ترامایی سر و کله میزنن، 2 تا روش هست که بتونن باش کنار بیان. یکیش اینه که خیلی خوشحال و شاد و اینا باشه، خیلی شوخی کنه، خیلی مهربون باشه با بقیه. یکی دیگه هم آدم انقدر عصبانی میشه، آدم انقدر نمیدونه که با خودش چی کار کنه که از همه فاصله میگیره و آخر سر هم همه تنهاش میزنن و تنها میمونه. این کتاب دومیه، یعنی یه کسی که دومین شرایط رو داره تجربه میکنه. من یه چیزی که تو کتاب خیلی توجه میکنم بهش، حتی اگه ژانر فانتزی باشه، یعنی تو همه ژانرها، اینه که خیلی یعنی شبیه واقعیت باشه. اون رفتارهایی که آدم‌ها نشون میدن از خودشون رویایی نباشه، خیلی واقع بینانه باشه. و به نظر من این کتاب خیلی 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 خوب بود تو این کار، چون که کنار اومدن با همچین چیزایی اینجوری نیست که تو یه روز از خواب پاشی بگی که اوکی من اوکی شدم، تمام شد رفت. وقتی که 5 قدم میری جلو، 4 قدم برمیگردی عقب و فکر میکنی که خب هیچ کاری نکردی، دوباره حالت بد شده، در حالی که تو اون یه قدم رو جلوتری. و این کتاب دقیقا همون جوری بود. من داشتم یکی از بوک ریویو رو نگاه میکردم و دختره گفت که
همش سر تمرینم، همش یه اتفاق داره میفته. در حالی که اصلا اینجوری نیست، کلی اتفاق داره میفته، فقط یه دونه چیز هی تکرار میشه و به نظر من این ادامه داشتن تو هر چیزی خیلی خیلی مهمه و همون تمرین بود که باعث شد که نستا انقدر پیشرفت کنه و بهتر بشه حالش. این کتاب خودش مطمئنم که با یه سری چیزا قبلا درگیر بوده، چون که همه مرحله های هیلینگ رو قشنگ نشون میده. مثل فیلم ها نیست که خب باشه یه اتفاق افتاد من قویه، من هر کاری میتونم بکنم، تموم شد رفت، من دیگه فراموشش کردم. مثلا اینجوری نیست. اگه عمیق یکی بخونتش کاملا میفهمه کتابو، میفهمه که منظور سارا جی ماس چی بوده. یه جایی هست که نستا برای اینکه عصبانیتش رو بتونه کنترل کنه، بتونه اون فکرایی که تو سرش هست، اون صداهایی که تو سرش هست وقتی که با خودش اونجوری حرف میزنه اونا رو کنترل کنه، یه جا هست که یه دختر هست به اسم گوین، بعد اون بهش یه نوع مدیتیشن بهش یاد میده و به نظر من مدیتیشن میاد آدم رو سر وقتش پیدا میکنه و اینجوری بودم که میدونه که حال آدم چجوری خوب میشه و به نظر من فوق‌العاده بود این بخش از کتاب. این کتاب شروع کردم باهایی که لازمه احساساتم مینویسم، تجربه خودم مینویسم، چیزی که از اون متن، چیزی که از اون لحظه اون حس رو میگیرم مینویسم، بعد باعث میشه که خیلی بتونی بازتر به قضیه نگاه کنی. یعنی فقط مکالمه بین دو نفر نیست، چیزی که از بین این مکالمه میتونی در بیاری، میتونی یاد بگیری. بعد من اولی کتاب یه دونه نوت نوشتم، وقتی که خوندم کلا تموم شد برگشتم اول کتاب و این نوت رو خوندم و اینجوری بودم که اصلا چجوری ممکنه که تو این 6 روز این کتاب حال من انقدر خوب کنه. یعنی اصلا شارژ شدم، یعنی شاید خوشحال ترین فردی روی زمین باشم الان. کاملا مشخص از نوتایی که اول کتاب نوشتم با نوتایی که آخر کتاب نوشتم. من قبلا گفته بودم که زیاد انونیت نمی کنم کتاب رو، نه که دوست نداشته باشم، فقط چیزای خیلی خیلی خاص رو دوست دارم که تب بزنم، نوت بنویسم. تا حالا فقط واسه یه دونه کتاب اون کار کرده بودم، اونم جلد دوم این سری بود. این کتابم زیاد تب نزدم، فکر کنم فقط 800 تا تب. من بنفشا و آبیا رو، اونایی که باش ارتباط برقرار میکنم، related و نستاست. سبزا، اینایی که تبای سبز زدم، اینایی که دیگه خیلی باشون احساس نزدیکی میکنم و نارنجیا کسیانه، صورتیا لاو مومنت هاست. زردم چون که یه ژانر فانتزیه، دوست دارم که اون چیزایی که مثلا بهش اشاره میکنه اون موجودا یا راجع به شمشیر و ماسک و اینا بود، اونا رو علامت زدم. رفتم از اینترنت در آوردم، معنیش رو اونجا نوشتم، یا مثلا اون موجودایی که دیدم تو اینترنت یا کشیدمش اونجا. مثلا اینجا یه دونه گفته که کلپی، بعد کلپی این شکلیه. مثلا اینجا این ماسک است که کشیدم، یکم عجق وجقه ولی این شمشیریه که نمیگم، اسپویل نمیخوام بکنم، ماجیک سورده. یه کار دیگه هم که شروع کردم تو این کتاب بکنم، اون موزیکایی که خیلی به نظر من به اون شرایط می اومد، مثلا زدم نوشتم. اینجا یه جایی هست که پریستسا دارن آهنگ میخونن و رفتم اون آهنگایی که نوشته مثلا این آهنگ اینجوری بود، رفتم از یوتیوب در آوردم زدم اینجا. یکی هم اینا بود که میتونم هر وقت که همچین حسی رو داشتم اینجا رو باز کنم بخونم. روشم نوشتم که
read this when you're feeling blue. یکیشم اینه. این یه کتاب عالیه واسه اینکه هم فانتزی داشته باشی، هم حالتو خوب کنه، هم رومنس داشته باشه، هم اسپایسی باشه، هم کسین داشته باشه. اصلا بون اپتیت. خیلی دوستش دارم. 100 از 100 تجربه فوق‌العاده‌ای بود. بای بای. بوک ریویو رو نگاه میکنم.